این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخوندایی که معلومه به کمبود گروگان خوردن و اینطوری به التماس افتادن. به نیابت از ریاست محترم جمهور که بارها دعوت کردن، دعوت میکنم از همه ایرانیان خارج کشور به خانه خودشون و به کاشانه خودشون بیان. این به این معناست که این سرزمین متعلق به شماست و ما برای حضور ایرانیان پرچم قرمز بند. آخوندا در حالی دنبال ارسال دعوتنامه برای بقیه هستن که رئیس جمهورشون میگه تهران رو باید تعطیل کرد. ناترازی‌های جدیه. ما وارث یه ناترازی‌هایی شدیم که در تمام زمینه‌ها در لبه در حقیقت پرتگاهه. الان مثلا فردا رو تعطیل کردیم، تهران آب نداره. یعنی اگه به این شکل بره اصلا آب نخواهیم تونست بدیم. من از روز اولی که اومدم گفتم مثلا پایتخت رو باید جابجا کنیم. حالا همه نقد کردن، نمیدونم از این حرفا زدن. ما امکان ادامه به این شکل رو از نظر به اصطلاح طبیعت نداریم. این همون پزشکیانیه که تو تبلیغات نمایش انتخابات از این حرفا میزد. تابستون برق قطع میکنیم، زمستون گاز قطع میکنیم. 2 سال 3 سال بعد معلوم نیست حتی این گاز هم داشته باشیم. برای اینکه تکنولوژی. حالا سخنگوی دولت همین پزشکیان با وقاحت به مردم میگه قول میدیم بهتون اطلاع بدیم که میخوایم آب و برقتون رو قطع کنیم. حداقل این یه نکته رو در نظر بگیرید. کاملا نقد درستی است، به دیده چشم حتما منتقل میکنم. کاملا فرمایش صحیحه، مردم باید بدونن که میخوان آب نداشته باشن. حتما نکته درستی است، حتما منتقل. تیوی ریشم آخوندا رو میاره تا از این روزه ها بخونن. حمام ها بود، تشتی بود، آب میگذاشتن خودشون کاسه آب. آقا دوش جایزه ما بود اگر تو حمام بچه خوب بود. باور کن، قبوله به خدا. تو فضای مجازی هم به اشکال مختلف به این موضوع میپردازن. مثل اینجا که صحبت از درست شدن بانک آب در آینده است. مطمئنید میخواین حسابتون رو ببندین؟ آره دیگه، واقعا بهش نیاز دارم. هر طور صلاحه، ولی بانکمون ماه آینده قرعه کشی داره، شاید برنده بشیم. نه ممنون، لطفا حسابمو ببندید. بفرمایید. ممنون. خب مدارکتون که کامل، ضامناتون هم آوردید، مشکلی نیست. خدا رو شکر، بالاخره وام منم جور شد. خیلی وقت بود میخواستم حمام کنم. از شما فقط جد یادآوری این باز پرداخت اقساطش ماهی 1 لیوان آبه. چشم. این هم یک نمونه دیگه از اعتراضا به این وضعیت در فضای مجازی. دونه مسئولین رو بعد تاکسیدرمی میکنن، چندین سال بعد تو دانشگاه‌ها درس دادن، بگن ما با همچین موجوداتی داشتیم این مملکت رو اداره می‌کردیم، البته رو هوا. هر جور نگاه میکنن این خونه شبیه خونه‌ایه که موریانه زده. دیگه با یه دست به سر روش کشیدن و گشتکاری درست نمیشه. باید یه گودبرداری اساسی بشه. یه ساختمون هم بخوای تمیز کنی، تو از پله اول نمیتونی تمیزکاری رو شروع کنی. باید بری از اون بالا تمیز کنی، بریزی بیای پایین. و اینم بسیار از دغدغه‌های مجازی و موجی صدا سیما بگم که شروع میکنه از کشورهای دیگه فیلم تهیه کردن و میگن هر کشوری کثافتکاری داره. بله ما هم میدونیم، ولی کشور ما دیگه شده گلچین کثافتکاری. یادمون نرفته که خود عظما هم یه زمانی اینطوری میگفت. روزی 2-3 ساعت برق خانه شما در تابستان قطع بشه، مادر خانه وقتی نگاه میکنه میبینه این بچه قنداقیش از گرما خوابش نمیبره، جگر او آتش میگیره. مجبوریم انزالان رو داخل یخچال نگه داریم. شما را خدا دارید، جنوبه، هوا گرم، 50 درجه. و الان همه به خوبی میدونن که ته خط این قطعی‌ها و بحران‌ها کی نشسته. البته داستان فقط به آب و برق محدود نمیشه. هیچ پهنه‌ای نیست که از گزند حکومت آخوندها در امان مونده باشه، تا جایی که توی رسانه‌های حکومتی هم
مجبورن بهش اعتراف کنن. پول یک سکه تمام بهار آزادی در سال 82 الان میشه 4 کیلو پیاز خرید. چقدر دردناک. من واقعا حالا با اینکه خیلی آدم شوخی هستم ولی اصلا نمیشه باهاش شوخی کرد چون خیلی ناراحت. این جملت بله من ناراحتم. با پولی که 20 سال پیش بابت کرایه ماهیانه یک آپارتمان در شمال تهران پرداخت می‌کردیم امروز میشود 6 سیخ جگر خورد. الان گریه میکنم به خدا چون خیلی سخته. مردم واقعا دارن سختی میکشن. خرید 50 کیلو مغز پسته الان میشود قیمت یک آپارتمان 2 خوابه 70 متری در مرکز تهران. این وضعیت مردمه. حالا ببینید پشت پرده دزدی‌ها و فسادشون چه خبره. ببینن و کسانی که متهم به فساد اقتصادی و مالی هستن طبیعتا اینا خودشون هم حالا فرزنداشون اصلا متهم هستن، اینا خودشون هم نباید دیگه زیاد بیان هی خودشون رو آفتابی کنن هی بگن ما هستیم. آقا اشکالی نداره اگه یک کسی متهم به فساد اقتصادی و مالی هست اطرافیانش یه مقداری با احتیاط خودشون رو هی آفتابی کنن. تا البته واضحه که این جماعت سهمشون رو میخوان و دغدغه دیگه ای ندارن. Тебя не забыли, все нормально. Давай тебе тоже. Давай. Да братан, оставь. Все закончилось. این روزا مشنگای نظام هر جایی که میرسن از ضرباتی که خوردن میگن. فردو، نطنز، عراق، اصفهان، کرج، تقریبا تمام پایگاه‌های هسته‌ای ما رو زدن. صحبت مکانیزم ماشه بود. بعد یه بنده خدایی میگفتش که خب حالا مکانیزم ماشه مثلا برگردی که خب ما برمیگردیم به همون جایی که اون دوستان رفته بودن. کیهان اون روزو ببینید چی نوشته علیه ما. عملاً ما رو متهم به هر چیزی که دلش می‌خواست کرد. اینا همونایی هستن که تا قبل از این قضایا از این قمپوزا در میکردن. تجهیزاتی که ما داریم و تجهیزاتی که عزیزان هم در سپاه دارن، دشمنان ما میترسن و رنج میبرن از این قضیه. الان ما نفسهای به شمار افتاده دشمنانمون رو توی خونه هاشون داریم رصد میکنیم. اینو خودشون میدونن. ارتش ایران و پدافند ایران شرایطش اینطوری قدرت مقابله رو نداره. این رأس لاریجانی هم این روزا فقط بلد تهدید کنه و از این حرفا بزنه. تهدید که رهبر ما رو الان ممکنه چند صد میلیون مسلمان دنبال سر ایشون باشه. سر آقای ترامپیش مسئله نداره. شما کردید ما دست ما نیست، فتواش. ما فتوا رو باید گنده کنیم. خلاصه که عظما بد جوری گیر کرده و راه عبور از موانع رو هم بلد نیست. مدتی پیش این پاسدار قاضی پور توی مصاحبه یه خالی بست. حالا ادامه ماجرا رو در یک مصاحبه دیگر بشنوید. توی برنامه گفتین باتری هلیکوپتر رو من برداشتم ولی بعد شما یه خلبان آوردن گفتن نه. این خلبان غلط کرده. برای چون آدم زنده هستن. اون که ندیده بی خود میکنه قضاوت میکند. هلیکوپتر ما که استفاده میکنیم هلیکوپتر احتیاجی است. اون خانم خلبان که صحبت کرده هلیکوپتر که تشمامانی روز هستن نه احتیاجی.